مسلمان نباید به خاطر دنیا تلاش بکنه. در حالی که نمی شعار مغایرت به ارزش‌های اسلامی است. آن قدری که در مورد کسب و کار و تلاش در قرآن تاکید شده در هیچ دین و قانونی دیگری تاکید نشده. عملا رسول الله صلی الله علیه و آله بیرون میشه برای بازار، برای مردم کاریابی میکنه. جوان میگه رسول الله کمک بکن، میگه چرا کار نمیکنی؟ چیزی ندارم، میگه برو همون چیز ظرفی که داری بیار بفروش. دو یک بیلو به اصطلاح کرند رسمانر میگیره، میگه برو از این کویزم بیار به بازار بفروش. کار کن، تلاش کن، زحمت بکش. بنان مردم رو تشویق بکنیم برای سرمایه گذاری، برای کار، برای ایجاد شغل. حمایت بکنیم از کسایی که سرمایه گذاری میکنن. اینا چیزایی است که علما میتونن مردم رو. چرخ بزرگ جامعه کلیدش به دست علماست. چون هر هفته علما هستن که با مردم ملاقات میکنن، با دکترا، با انجینرها، با اهل کار، با جوانا، با همه کس. شما وقتی در منبر میشینید مخاطبینتون از افراد مختلفی جامعه است. ما میتونیم که نمی جامعه به اصطلاح چرخش به حرکت بیاریم.